به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب شیرین و عاشقانه شروع میکنه. دال دوست داشتن، چند روایت از عشق و زندگی، نویسنده حسین وحدانی. انتشارات ماه آوا این کتاب رو منتشر کرده. لطفاً با من همراه باشید تا ابتدا نوشته کوتاه رو درباره آقای حسین وحدانی، نویسنده تک 2 جلدی دال دوست داشتن و عین عاشقی رو برای شما بخونم و سپس قسمت‌هایی از این کتاب زیبا رو بتونم براتون قرائت کنم. لطفاً با من همراه باشید. حسین وحدانی درباره خودش میگوید: کمی بیش از 40 سال زندگی، نزدیک به 20 سال نوشتن در مطبوعات و 10 سال نوشتن در دنیای دیجیتال و فضاهای مجازی. خلاصه مختصر و مفید من است. دست کم آنقدری که به نوشته‌ها و کتاب‌هایم مربوط می‌شود. بقیه‌ام را اگر کنجکاوید بدانید، لابلای چیزهایی که نوشتم پنهان شدند. این چند جمله عصاره‌ای است که حسین وحدانی در قالب واژه‌ها از زندگی نامه خود میگوید. نویسنده‌ای که با نوشته‌هایش روی زندگی روزمره بسیاری تاثیرگذار بوده است و خوانندگان زیادی از این تأثیر عمیق بسیار گفته‌اند. نوشته‌هایی که همین گزیده‌گویی از جمله ویژگی‌های بارز آن است و می‌توانید با خواندنش شیره غلیظ زندگی را با لذت بیشتری مزه کنید و در حوضچه اکنون غوطه‌ور شوید. قسمت‌هایی از کتاب دال دوست داشتن. داغ که می‌دانی چیست؟ علامت را می‌گرفتند توی آتش، سرخ و آتشین که میشد می‌نشاندند روی بازو یا هر جا. درد داشت؟ بله داشت، اما 1 ساعت، 1 شب، 1 هفته، بعدش خلاص. جایش ولی همیشه میماند. این همیشه چه آدم را میترساند. همیشه این است که گفتیم الهی داغ نبینی، که تمام عمر جلوی چشمت نباشد علامت نبودن یکی. همان که حافظ میگوید دارم من از فراقش در دیده 100 علامت. شاید تجربه سوگ یک لایه نامرئی اما محسوس و واقعی به روی همه چیز دنیای آدم میکشد و ما می‌دانیم که هرگز هیچ وقت به تمامی شاد نخواهیم بود، که هرگاه دستمان را پیش آوریم تا شادی را لمس کنیم، حتی از نزدیک، حتی در آغوش هم که باشیم، انگشتانمان لایه‌ای نامرئی از غم را لمس خواهد کرد. یادم بیاور برایت بنویسم عشق را باید بی حساب و کتاب اندوخت، اما با حساب خرج کرد. و برایت بنویسم که هی بر این طبل بی صدا اما تو خالی بی حساب دوست داشتن نکوبید. که دوست داشتن حساب و کتاب دارد. دوست داشتن حد و مرز می شناسد. حساب و کتابش ظرفیت خودت، که اگر می توانی ظرفت را بزرگتر، ظرفیتت را بیشتر کن. اگر نمی توانی اما اندازه نگهدار حد و مرزش. عزت خودت، کرامت خودت، شخصیت خودت، دوست داشتن که نباید تو را بی عزت، بی کرامت و بی شخصیت کند. حالا باید به معشوقمان بگوییم از ما دوستت دارم نخواهد، عاشقت هستم نخواهد، عزیزم ساده یا کشدار نخواهد. بگذارد لحن همین کلمات معمولی جور کلمات عاشقانه را بکشد. همین شوخی ها، همین چطوری ها، همین کجایی ها،
همین کی می آیی ها، همین دیوانه ها، همین بمیری ها. یا نه به معشوقمان بگوییم اصلا کلمه نخواهد، بگذارد سکوت جور همه چیز را بکشد. در ستایش غم، وقتی هیچ بهانه‌ای توی دنیا پیدا نمی‌کنی برای ناخوشی، غم تو را می‌جوید. یک صندلی از پیش می‌کشد و از پشت دست بر شانه‌ات می‌گذارد. کاش شادی را در نیندازیم با غم. شادی عدم غم نیست. شادی کنار آمدن با غم است. دعوت کردن رسمی است از غم که بیاید با ما، باشد با ما، خودمانی شود، معاشرت کند، معرفیش کنیم به دوستانمان. دوستان، غم من، غم من، غم من، دوستان. و بعد موسیقی گوش کنیم، بگوییم، برقصیم، بخندیم و بنوشیم به سلامتی غم. این وفادار همیشگی. بعد ببریمش به خانه، بیاید با ما خیره شود در آینه، بخندد و مسواک بزند، برود جایش را بیندازد، آرام و نجیب شب بخیر بگوید. صبح که چشم باز می‌کنیم یادمان بیاید تنها نیستیم و لبخند بزنیم، چون غم و تنها غم است که ما را تنها نمی‌گذارد. دیدی که هیچ کسی مرا یاد نکرد جز غم، که هزار آفرین بر غم باد. پازل زندگی را که بازی می‌کنی باید از کشف هر قطعه لذت ببری. لذت کشف، لذت ناشناخته، به تمام معنا ناشناخته. نیکبختی بزرگ و بی‌نظیری است که آدم را آدم می‌کند. بیاد دارید والدین نخستین ما، آدم و حوا، در متن تصویر غایی رضایت و نیکبختی وعده داده شده زندگی می‌کردند. در باغ بهشت، اما آن خوشبختی قطعی ملموس را به بهانه کوچک در هم ریختند و هزار تکه کردند تا با کشف مشقت بار اما لذت آفرین هر تکه زندگی کنند. وقتی از بخشش حرف میزنیم، از چی حرف میزنیم؟ آیا هر جور بخشیدنی فضیلت است؟ آیا هر خطایی را می شود بخشید؟ من جعبه‌ای از میوه‌های تازه و سالم را در نظر می‌گیرم که ناگهان در می‌یابیم یکیشان فاسد شده و گندیده است. شاید دورش بیاندازیم. شاید هم نگهش داریم و شاید حتی بخوریمش. این انتخاب ماست، از سر اجبار یا اختیار. اما آیا می‌توانیم فاسد بودنش را انکار کنیم؟ آیا می شود بگوییم این جعبه میوه فاسد ندارد و خیال کنیم از مفهوم میوه سالم قلب ماهیت نکرده ایم؟ به یک اتومبیل فکر کنیم. وقتی ملتفت می شویم موتور آن به کل خراب است، می توانیم موتور را عوض نکنیم و منتظر باشیم یک روز در راه از کار بیفتد. یا می توانیم عوضش کنیم و با این کار هویت اتومبیل را به کلی تغییر دهیم. این اتومبیل دیگری، اما نمی توانیم خرابی موتور را نادیده بگیریم و بر او ببخشیم. اینجا مفهوم بخشش بی‌معناست. فقط یک شعار بزک کرده و خوش آب و رنگ و البته فاقد ارزش است، چون اینجا بخشیدن ماهیت آن را آنچه را می‌خواهیم ببخشیم تغییر می‌دهد. بله، بخشش فضیلت است و نشان از بزرگواری و مهربانی دارد، انگار. اما گاهی بخشیدن محبوب امضای حکم پایان اوست. تبدیل کردن اوست به موجودی که بود و نبودش فرقی ندارد. انتخاب اینجا به راحتی رد شدن یا نشدن از یک مرز نیست. اینجا دیگر تو گردشگری نیستی که می‌خواهد از مرز رد شود. چرخی بخورد، تماشایی بکند، حالی ببرد و برگردد یا بر نگردد. اگر می‌خواهی وارد آن فضا بشوی، انگار که باید تصمیم بگیری آیا می‌خواهی مهاجرت کنی؟ آیا می‌خواهی تابعیت دوگانه‌ای پیدا کنی؟
ترکیب از خود تو و خود او درگیر آن دیگری شوی، این فضاست که من اسمش را میگذارم صمیمیت. صمیمیت عبور از یک خط نیست که بگویی خب حالا و بعد از فلان اتفاق دیگر صمیمی شدیم. صمیمیت حضور در یک فضاست. برای همین است که صمیمیت نیاز به زمان دارد، نیاز به یک جور یگانگی، یک جور عریانی که جز با صرف وقت به دست نمی آید. هرچند فقط هم با صرف وقت به دست نمی آمد. و آنچه کسی را برای من خاص نه به خصوص می کند همین صمیمیت است. این مجموعه بیشمار از آن چیزها درباره او که من و فقط من می دانم. و البته باید احتیاط کرد در گفتن بیش از شنیدن، برای جلب شادی و خوشنودی محبوبی که معشوق نیست. عشق و عاشقی را نباید به پایش سر برید. دوستت دارم را نباید لغلقه زبان کرد. عاشقت هستم را نباید نقل و نبات کرد و بر سر این و آن پاشید و بیش از هر کلمه باید از همیشه ها و هرگز ها و هیچ وقت ها و هیچ کجاها پرهیز کرد. از این همیشه با تو میمانم و هرگز ترکت نمی کنم ها که هی آغازشان با دو چشم حیران و متعجب به آدم‌هایی می‌نگرد که مقید به زمان و مکانند، اما فراتر از زمان و مکان وعده می‌دهند و باور و اعتماد را به سخره می‌گیرند. دوست داشتن که نباید تو را بی عزت، بی کرامت و بی شخصیت کند. باید بلد بود وقتی یک قاشق توی ظرف است آن را همیشه طرف معشوقش بگذارد. بلد بود از صدای آب بفهمد که کی باید حوله به دست پشت در حمام بایستد. بلد بود سر کدام آهنگ صدا را بلند کند چون او آن را بیشتر دوست داشت. بلد بود کدام تکه از کدام کتاب را بخواند وقتی دارد موهایش را می‌بافد. بلد بود چای را توی استکان شیشه‌ای بریزد که رنگش معلوم باشد و بلد بود کنارش گز به جای قند بیاورد، چون همه اینها را معشوقش دوست‌تر می‌دارد. بلد بود معشوقش را دوست‌تر بدارد. بلد بود برایش گل بخرد. بلد بود برایش حرف بزند. بلد بود بخنداندش. بلد بود بغلش کند تا نترسد. بلد بود وقتی گریه می کند چی بگوید یا چی نگوید. و چون همه اینها را بلد بود اما دلش را نداشت به کسی دل بدهد. بلد نبود دوست داشته شود. بلد نبود خودش را رها کند. بلد نبود بشود همه چی یک آدم دیگر. بلد نبود بگذارد کسی عاشقش بشود. برای همین هم شنیده ایم که اگر می‌خواهی کسی را بشناسی با او به سفر برو. اما اتفاقاً نه در سفر که در حضر باید شناخت. آدم‌ها هرچه هم کوله بار سفرشان سبک باشد، همین که هوای سفر داشته باشند دیگر بی هوا نیستند. دیگر بکر نیستند برای شناخته شدن. جان آدم‌ها را اگر بخواهی بشناسی در خانه هاشان پهن است. در چکتاب دیوارهاشان، در بوی خانه هاشان، زیر فرش هاشان، بر خاک روی چیزهاشان، لای آخرین صفحه بازمانده از کتاب هاشان، در زاویه نوری که از پنجره به گوشه اتاقشان میتابد یا نمیتابد. وقتی شما تجربه سود، مرگ، جدایی، هجرت یا فقدان را از سر می‌گذرانید، پس از مدتی کم یا زیاد دردش التیام می‌یابد. زخمش خوب می‌شود و خاطراتش کمرنگ و حتی گاهی فراموش. زیرا روح هم مثل بدن توانایی ترمیم خود را دارد. می‌تواند سلول‌های تازه‌ای بسازد و تکه‌های شکسته و پاره خود را دوباره به هم پیوند دهد.
اما با هر تجربه اتفاقی افتاده است که قابل برگشت نیست. کسی که یک بار و حتی فقط یک بار بی اعتبار بودن وضعیت موجود را تجربه کرده است. کسی که یک بار و حتی فقط یک بار با خیال راحت به دیواری تکیه داده و آن دیوار فرو ریخته و پشتش را خالی کرده است. تجربه سود یک لایه نامرئی اما محسوس و واقعی به روی همه چیز دنیای آدم می کشد. مثل یک لاک بیرنگ، مثل وزنی روی جلد، مثل ورقهای بین صفحات مصحف شریف، مثل تلفن روی غذا، مثل شیشه شفاف تمام قدی در فرودگاه که بین ما و مسافرمان کشیده شده است. مثل چیزی که نیست اما هست. ما می‌دانیم که هست و این ما را همیشه اندکی غمگین می‌کند. اندکی، اما همیشه، و ما می‌دانیم که هرگز هیچ وقت به تمامی شاد نخواهیم بود. که هرگاه دستمان را پیش آوریم تا شادی را لمس کنیم، حتی از نزدیک، حتی در آغوشش هم که بکشیم، انگشتانمان لایه‌ای نامرئی از غم را لمس خواهد کرد. غم نه یک اتفاق زمانی یا حالت انسانی است که موجودی است جاندار که نفس می‌کشد. آنگاه که خسته از روزمرگی بر صندلی اتوبوس نشسته‌ایم، یا در کنار محبوب آرمیده‌ایم، یا در جمع شاد همراهان یکدل رها شده‌ایم، یا پس از سرخوشی و سرمستی گعده‌ای شبانه پای ظرفشویی ایستاده‌ایم و بشقاب‌ها و لیوان‌ها را به کف آغشته‌ایم و شادمان آهنگی را زمزمه می‌کنیم. غم می‌آید. آرام روی صندلی لبه تخت، روی زمین یا پشت میز آشپزخانه می‌نشیند. با شکیبی وصف ناشدنی به ما خیره می‌شود و آنقدر منتظر می‌ماند تا تیزی حضورش از حباب نازک انکار ما بگذرد. آنگاه به آرامی برای هر دومان چای می‌ریزد و سیگاری روشن می‌کند. ما نمی‌خواهیم سهمی به غم بدهیم. با خودمان فکر می‌کنیم مگر چقدر در زندگیمان زمان داریم که سهمی از آن را به غم ببخشیم. فکر می‌کنیم که نباید به غم اجازه بدهیم که پیش بیاید و این گونه به ما نزدیک شود، هر لحظه، هر جا، بی محابا. اما هیچ کس به اندازه غم سهم خودش را به تمامی از زندگی ما طلب نکرده است. دکتر علی شریعتی اما تعریف دیگری از غم همیشگی انسان ارائه می‌دهد. در سخنرانی ایشان تحت عنوان انسان، اجتماع ضدین، غم انسان ناشی از غربت او در این جهان تعریف می‌شود. انسان در همه شکل‌های زندگیش، چه زمانی که به صورت بدوی و بیابان نشین زندگی می‌کرده، حتی لباس و خانه نداشته، قبل از اسکانش بر روی زمین و زندگی کشاورزی، و چه امروز، آنچه که وجه مشترک همه دوره‌ها و همه انواع تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و مذهب‌ها در طول تاریخ بشری هست، این است که انسان هر وقت از روزمرگی، زندگی معمولیش و گرفتاریش، مثل شکار، مثل غذا خوردن، مثل جنگیدن و مثل این اشتغالات روزمره‌اش فارغ می شده و گوشه‌ای می نشسته و به خودش فکر می کرده و به این عالم فکر می کرده، در اینجا دچار یک اندوه، دچار یک تزلزل و یک دغدغه می شده و این تزلزل و دغدغه در تمام آثار هنری تاریخ بشر وجود دارد. این تزلزل و دغدغه ناشی از این است که انسان، حتی انسان بدوی و انسان اولیه‌ای که برای ما اثری از ادبیات، از نقاشی، از طرز ساختمان زندگی، از افکار و عقایدش در دسترس ما گذاشته، نشان داده که در همان حال احساس می‌کرده که من مثل اینکه از جنس این عالم نیستم. احساس می‌کرده که من مثل اینکه از جنس این درخت، این کوه، این جانوران و این پرنده‌ها نیستم. احساس می‌کرده که یک چیز زیادی بر همه اینها دارد و احساس می‌کرده که بیش از آنچه در دسترسش هست
به یک چیزی که نمیدانم چیست محتاج است و نمیدانسته که چیست. این احساس بیگانگی خودش با این عالم دغدغه و اضطراب دائمی در او به وجود آورده و این اضطراب و دغدغه بدبینی را به وجود آورده. بدبینی نسبت به همه چیز، به همین زندگی مادی، به این عالم، و این بدبینی نسبت به این زندگی و نسبت به این عالم جزء فطرتش است. چرا که در همه ادوار تاریخی وجود دارد، چرا که در همه انواع نژادهای گوناگون وجود دارد و هیچ فرهنگی نیست که از اندوه و اضطراب و بدبینی نسبت به آنچه که واقعیات محسوسش است خالی باشد. احساس غربت در این عالم و احساس نامتجانس بودن با ماده جزء ذات احساس اوست. حتی در انسان فیلسوف غیر الهی امروز این احساس فکر اولین طرح جای دیگر را در مغزش منقش و متصور کرده. احساس اینکه من مال اینجا نیستم، احساس اینکه من در این عالم غریبم و احساس اینکه اینجا مثل اینکه کمم است. اولین طرح عالم دیگر را که از این بالاتر است، که من از آنجا هستم، که آنجا شایستگی مرا دارد و آنچه که من نیاز دارم در آنجا هست، در مغزش به وجود آورد. برای همین است که وقتی در تاریخ فرهنگ ها نگاه می کنیم، فرهنگ های بدوی را که نگاه می کنیم می بینیم اولین طرح فلسفی که در مغز انسان ابتدایی طرح شده اعتقاد به دو جهان بوده است. با همین نام در 5000 سال پیش از میلاد مسیح کلمه حدس یا هودس را داریم که قبل از سومری ها از آنها گرفتند که معلوم نیست چه قومی هستند، معتقد به جهانی به نام هودس. مال 7000 سال پیش در بین النهرین بودند، یعنی عالم نه اینجا، آنجای بالاتر که در ادبیات و فرهنگ بدوی تاریخ ما هست. این احساس غربت در این عالم، احساس نامتجانس بودن با این عالم، احساس کمبود در این عالم کردن، او را وادار به اعتقاد به یک عالم بهتر که متجانس با او هست کرده و برای همین هم هست که اولین طرح ثنویت عالم است، یعنی دو جهان بودن است در انسانی که حتی اولین آثار تمدن را فاقد بوده. و کتاب رو همینجا تمام میکنم. خلاصه کوتاه رو از این کتاب رو تونستم برای شما بخونم. امیدوارم که حتما این کتاب رو تهیه کنید و در خلوتتون تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.